به نام خدا، محمد سعیم نوری هستم، ولد حاجی نجیب الله. متعلم هستم صف دهم دوی مکتب احمد شاه عبدالی نمبر اول. یک شاگرد ممتاز برای گرفتن نمرات خوب باید اولا آن تایم باشد، دوما باید نظافت خود را مراعات نماید، در قدم سیام باید تقسیم اوقات داشته باشد و طبق تقسیم اوقات روزانه کتاب بیاورد به مکتب، کتابچه‌اش بره باشد، باید در درس‌های خود تلاش کند، در درس فعالیت داشته باشد، در پهلوی مضامین مکتب باید مطالعه همه روزه داشته باشد برای ارتقای شخصیت، برای افزایش در معلومات. قدم نخست وقتی که ما می‌خواستیم یک موضوع را یاد بگیریم، ما به عنوانش پی میبریم. وحدانیت الله تعالی به معنای یکی دانستن و یگانگی الله تعالی می باشد. قرن 21 عصر ساینس و تکنولوژی می باشد که در پهلوی تمام این وسیله ها هر شاگرد و هر شخص باید از این عصر با خبر باشد و زبان انگلیسی را بشناسد و بفهمد. طوری که خودم هم تجربه دارم، هرگاه که میخوام تحقیق را انجام بدهم، چون که ما انگلیسی رو بلد هستم و کوشش کردیم و یاد گرفتیم، برای ما آسان است که به معلومات خود بیافزایم و هر نوع معلومات را و از هر جایی که خواسته باشم میتونم بگیرم. F2 رو بزن برای ادامه روند. اسیستم به طوری که باید کلید بزنی اسکیپش کنی میبری. شکست چیزی است که موفقیت را میسازد و طوری است که ما تجربه یاد گرفتیم و دور دو که ما میخواهیم تلاش نماییم و اشتباهی را که قبلا کردیم و ناامید شدیم و اشتباه را دوباره انجام نمیدهیم و از جمله اشخاص موفق میباشیم. در آینده من تصمیم دارم که یک دکتر شوم و تا به کشور خود خدمت بزرگ را انجام بدهم.